السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. ابراهیم علیه السلام از نزد پسرش اسماعیل به فلسطین برگشت، یعنی به نزد همسرش ساره علیه السلام. و روزی از روزها در فلسطین در خانهش بود. به نزدشان 3 مهمان آمد، یعنی 3 ملائک به شکل و صورت انسان. ابراهیم علیه السلام مهمان نواز بود. برایشان گوساله را ذبح کرد و خوراک آماده کرد و به نزد مهمان ها آورد خوراک را. ولی مهمان ها نخوردند، یعنی حتی دست دراز نکردند. پس ابراهیم علیه السلام ترسید، یعنی فهمید که اینها انسان نیستند بلکه ملائک هستند. ملائک گفتند ای ابراهیم نترس، ما را الله به سوی قوم لوط فرستاده است. لوط پسر عمک ابراهیم علیه السلام است. و وقتی سخن میکردن ملائک، همسر ابراهیم علیه السلام یعنی ساره علیه السلام نزد در بود و لبخند کرد. ملائک گفتند برای شما خوشخبری هست، شما صاحب فرزند میشوید. ساره علیه السلام تعجب کرد، گفت چطور این ممکن است؟ من پیر شدم و شوهرم موی سفید است. گفتند اگر الله بخواهد هر ناممکنی ممکن می شود. اسماعیل علیه السلام 14 ساله بود که اسحاق علیه السلام تولد شد. یعنی مادر اسماعیل هاجر علیه السلام، مادر اسحاق ساره علیه السلام. یعنی ابراهیم علیه السلام 100 سال داشت وقت اسحاق تولد شد و اسماعیل از برادرش اسحاق 14 سال بزرگ است. یعنی در این سن سالی که پیر بودن هر دو ابراهیم و ساره، الله متعال با آنها فرزند عطا کرد که این هم پیغمبر بزرگ است، اسحاق علیه السلام. و بعد از سالها همسر ابراهیم علیه السلام هاجر وفات کرد، ساره علیه السلام وفات کرد و خود ابراهیم علیه السلام وفات کردند. اسحاق علیه السلام 40 سال داشت که ازدواج کرد، یعنی در سن سال 40 سالگیش اسحاق علیه السلام ازدواج کرد و سالهای زیاد مثل پدرش فرزنددار نشد. پس دعا کرد، الله متعال دعایش را استجابت کرد و برایش 2 پسر عطا کرد، دوگانیک. یکی را عیسی نامیدند، دیگر را یعقوب. یعنی یعقوب بعد از عیسی تولد شد. هر دوی آنها دوگانیک بودند. اسحاق علیه السلام عیسی را زیاد دوست می داشت، اما همسر اسحاق یعقوب علیه السلام را زیاد دوست می داشت، برای اینکه یعقوب خردی بود. و روز تا روزها چشمهای اسحاق علیه السلام ضعیف شدند. روز اسحاق علیه السلام پسر بزرگیش را گفت میخواهم برایم از گوشت هایی که شکار میکنی از همون گوشت ها برایم یعنی بیاری. اشتها کرد. پس عیسی برآمد برای شکار. خودش شکارچی بود عیسی. همسر اسحاق یعنی مادر یعقوب و عیسی یعقوب را امر کرد که از گوسفندهایی که دارد
ذبح کند و برای پدرش ببرد. یعقوب علیه السلام بهترین گوسفند خود را ذبح کرد، خوراک را آماده کردند و مادرش لباس عیسی را به یعقوب داد که بپوشد تا که مانند باشد، برای به مثل برادرش مانند باشد. از بس که پدرش اسحاق علیه السلام چشماش ضعیف شده بود نمیدید، یعقوب علیه السلام لباس برادرش عیسی را پوشید و خوراک را گرفت به نزد پدرش یعقوب علیه السلام آمد. یعقوب علیه السلام پرسید تو کی هستی؟ یعقوب گفت من پسرت. پس اسحاق علیه السلام یعقوب را در آغوش گرفت و گفت آواز یعقوب است ولی لباس عیسی. و خوراک را خورد و برایش دعای خیر کرد. بعد از چند برادرش عیسی از شکار برگشت، خوراک تیار کرد و به نزد پدرش آورد. اسحاق علیه السلام پرسید این چیست؟ عیسی گفت این خوراک است که میخواستی بخوری. اسحاق علیه السلام گفت آیا پیشتر تو خوراک نیاورده بودی و برای دعای خیر کرده بودم؟ عیسی گفت نه و فهمید که یعقوب پیش از او خوراک را آورده است. عیسی غضبناک شد. در روایت گفتند که قصد کرده بود، یعنی نیت کرده بود که بعد از وفات پدرش برادرش یعقوب را یعنی به قتل میرساند. اسحاق علیه السلام به عیسی هم دعای خیر کرد و بعضی علما میگویند که از نسل عیسی رومی ها شدند، یعنی مردم ایتالیا. والله اعلم. مادرشان یعنی مادر عیسی و یعقوب برای اینکه فتنه را از بین هر دوی برادران دور کند به یعقوب امر کرد که به نزد تقایش لابان برود به منطقه حران. و یعنی مادر و پدر یعقوب با هم مشورت کردند. همچنان اسحاق علیه السلام به یعقوب امر کرد که به نزد تقایش برود و در آنجا بیستد تا زمانی که غضب برادرش دور می شود. یعقوب علیه السلام از خانه برآمد و در راه شب را در جای گذراند. خوابی دید که ملائکه ها از آسمان می فرایند و بالا می روند و آوازی را شنید که می گوید من پروردگار تو هستم، تو را خیر و برکت می دهم و نسلت را زیاد می کنم. وقتی از خواب بیدار شد خوشحال شد. نظر کرد که اگر به نزد اهلش یعنی به نزد خانوادهش سالم برگردد عبادتگاهی بنا می کند و از مالش عشرش را در راه خدا صدقه می کند. در جایی که خواب بود سنگی را نشانه کرد و در آینده یعنی بعد از سالها در همان منطقه عبادتگاهی بنا کرد که اکنون بیت المقدس است. در فلسطین بیت المقدس است. همان را با بار یکم یعقوب علیه السلام بنا کرده بود و بعد سلیمان علیه السلام آن را از سر نو بنا کرد. یعقوب علیه السلام به حران رسید نزد تقایش. تقای یعقوب دو دختر داشت، دختر کلانیش لیا و خردیش راحیل. دختر خردی
تقای یعقوب علیه السلام بسیار زیبا و با اخلاق، یعنی هر صفات نیک را داشت. اما دختر بزرگی لابان زیبا نبود. یعقوب علیه السلام از تقایش راحیل را خواستگاری کرد، یعنی دختر خردی را. لابان در جواب گفت به شرطی که 7 سال نزد من گوسفندای من را میچرانی، این مهر توست. یعقوب علیه السلام راضی شد و 7 سال گوسفندهای لابان را چراند. روز عروسی رسید، روزی که هر دو باید به یکدیگر برسند. لابان خوراک تیار کرد، یعنی تقای یعقوب علیه السلام خوراک تیار کرد و مردم را جمع کرد. روزی خوشحالی است، روزی عروسی. لیا را لباس عروسی پوشاندند، یعنی دختر بزرگیش را، و به یعقوب نکاح کردند. وقتی یعقوب به نزد همسرش در آمد، دید لیا است. سحر به نزد تقایش رفت و گفت من راحیل را خواستگاری کرده بودم، نه لیا را. چرا چنین کردی؟ لابان گفت در رسم و رواج ما دختری کلانی را شوهر می دهند، نه خردی را. اگر راحیل را می خواهی پس 7 سال دیگر گوسفندان من را می چرانی و به تو راحیل را می دهم. یعقوب علیه السلام 7 سال دیگر گوسفندان لابان را چراند و با راحیل هم ازدواج کرد. لابان مرد ثروتمند بود. برای هر دو دخترش زن خدمتگار هدیه کرد تا که دخترانش را در کار خانه یاری کنند. زن خدمتگار لیا زلفا نام داشت و زن خدمتگار راحیل بلها نام داشت. یعقوب علیه السلام از لیا فرزندان زیاد داشت. روبیل، شمعون، اساخر، زبولون، لاوی، یهوذا و یک دختر دیگر که نامش دینا بود. راحیل فرزندان نمیشد، یعنی سالهای زیاد فرزنددار نشد. پس زن خدمتگار خود را به شوهرش، یعنی به یعقوب علیه السلام هدیه کرد. یعقوب علیه السلام از بلها، یعنی از زن خدمتگاری همسرش راحیل که همسرش شد بعد بلها، فرزنددار شد دان و نفتالی. اکنون همسر یکمینش لیا رشک کرد. پس زن خدمتگار خود را هم به یعقوب تحفه کرد، یعنی زلفا را به یعقوب تحفه کرد. یعقوب علیه السلام از زلفا 2 پسر داشت، جاد و اشیر. راحیل بسیار دعا میکرد که الله متعال برایش فرزند عطا کند. الله متعال دعایش را قبول کرد، استجابت کرد و برایش بهترین فرزند را عطا کرد، یوسف علیه السلام. همه این حادثه ها در زمین حران بودند. یعقوب علیه السلام 20 سال در حران زندگی کرد و بعد از 20 سال نزد تقایش رفت و اجازت پرسید که از یعنی حران سفر کند. لابان راضی شد
گفت من از تو، یعنی از سبب کارهای تو خیر و برکتی زیاد دیدم. از مال من چقدر که به تو لازم باشد بپرس. یعقوب علیه السلام گفت به من گوسفندهایی که تولد می شوند همانها را به من میده. پس برای یعقوب علیه السلام گوسفندهای زیادی شد و الله متعال در آن مالش، در زندگیش برکت زیاد عطا کرد و روز الله متعال برایش امر کرد، یعنی وحی کرد که به نزد پدرت برو. انشاءالله تعالی دوام قصه را در نوار بعدی میشنویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام